شما اگه شرایط مهاجرت داشتین از ایران برین به کدوم کشور میرفتین و اگه شرایطشو داشتین کلا از کشور خارج میشدین یا نه؟ آره. خب به کدوم کشور؟ سمت روسیه. میتونم دلیل مهاجرتتون رو بپرسم؟ دیگه تو ایران که وضعیت شرایط مالی اینجا خیلی بهتره. بعد حالا یه سوال شخصی بخوام ازتون بپرسم، شما اگه بخواید وارد رابطه بشین با یه پسر، چه پسری براتون کنسل وارد رابطه نمیشه؟ من که الان حقیقتا متأهلم. نمیدونستم، ولی خب حالا شما فرض بگیرید مجرد پسری که درآمدش بالا باشه، اخلاق خوبی داشته باشه، سالم. چه پسری کنسله؟ کنسله. پسری که درآمدش کم باشه، اخلاقش بد باشه، دیگه معتاد باشه. یعنی حاضری با پسری دوست بشی که قدش کوتاه و چاقه ولی پول داره؟ نه میگم نه دیگه، ولی خب حالا اونقدر زیادم چهره مهم نیست. چقدر خوبی تو؟ شما اگه شرایط خارج شدن از کشور و مهاجرت داشتین این کار انجام میدادین؟ والا من به خاطر کارم چون پرستارم موقعیت کاری اینو دارم، ولی خب اینجا ایران نمیشه. کشور مهاجرت کردین؟ آمریکا. آمریکا. چه دختری براتون کنسله؟ دختر پول پرست، دختری که دنبال موقعیت طرف باشه، دختری که عجب مهمونی باشه. موجودی کارتتون چقدره؟ 2 تومن. 2 میلیون؟ بس 2 میلیون خیلی نه تازه کرونا ریختن. شرایط مهاجرت از کشور داشتین این کار انجام میدادین؟ بله. به کدوم کشور؟ آمریکا. پسر چه پسری براتون کنسل میشد؟ پسری که همش دنبال دختر جورباجور مختلفه، بعد پسری که دروغ بگه، پسری که گل بکشه. به نظرت به این شرایطی که الان گفتی هستش که کسی این کارا رو نکنه؟ نه. من بپرسم به کدوم کشور؟ لندن، چرا لندن؟ چون مده، شهر مده و من عاشق طراحی لباس. آها، فقط برای همین موضوع؟ بیشتر پارتنرتون اگر چه جوری باشه کنسله؟ سخته. به فکر خودش نباشه، یا آدم که مستقل نباشه، یعنی هیچ چیزی نداشته باشه، از اینا که تو خیابون زیاد شده که نه پولی دارن، نه رو خودشون فکر میکنن، نه استقلالی دارن. سالت چند؟ 82. 82. موجودی کارتتون چقدره؟ الان 500 تومن. 500 تومن؟ آره. میتونم بپرسم کدوم کشور؟ آمریکا. آمریکای کثافت، آمریکای کثافت. دلیلش؟ چون خیلی پیشرفته. خیلی کشورها پیشرفتن. اونو بیشتر می‌پسندم. کسی که دروغ میگه. یعنی اگه حقیقت رو بگه ولی کچل باشه، قدش کوتاه باشه، اوکیه؟ یه چیزی هست که اصلاً زیبایی به ظاهر آدم نیست، درون آدم است. درود به مرامت، درود به عظمتت، درود به بزرگیت، به جسارتت، به شجاعت.